model géppaginunk pukta vitore. شاید نبینن که گیلک هسته را مدل گپک سی میکنه. کجا بودی؟ بابا تو سر صبح نگفتم ترمز چای رو آورد خودی خوبی ها. حالا من مجبور کردی که من برم به سرا برم چای بخورم. یک دقیقه چای میارم، یک گپ دارم. بابا مدر به تا سرا رو پخته میکنه، گیله داری بوم تا سرا سی میکنه. چه کار میکنه؟ تا سرا سی میکنه. اشته تا سرا مرسی میکنه؟ آل داده و یاری بوم کو. اشتباه میکنه که تا سرا مرسی میکنه. او چه کاری منه که تا سرا مرسی میکنه؟ ما چون برفتون تا سرا اینا، ما چون بودم نبود مداری گفتن نیه به سرا. کاکا جان همسایه‌داری دیگه تا کی؟ هم هر روزی من پشت بون بالا میشه دروغ ببونی از اینکه ما که یک لافت خود باباد میکنیم، یک فرش خود باباد میکنیم، تا سرا مردم اینا سعی میکنن. او ندیدی که برای چیزی بگی که تا سرا ما چه سعی میکردی؟ ما اگه میدیدم بخش برچه تا سری میزدم. اگه به سرا خوب بودم قایم شده مداری گفتنیه. یک چیز دیگه او روزم تا سرا و کلا میکشید با میکن لافت خود بری دیوال آور میکدم. تور پیدا کردن نتونستی، مور پیدا میکنم. برو سر خرمان برو که خورگاه و گسپندان ننازه خرمان پاش کنه. هانی زودی میایو. باشه ما یک دفعه گیر کنم باز ما بازم نمیفهمونم که تر دیوال بالا شدن و تاثیر همسایه سعی کردن چیه؟ آی دلم بم لندن و مسکو نمیشه دل آرامی بپری سوسو از یک جو نمیشه ای جان محبوب آی تمام شهرهای دنیا بگردیم الله نما شمای شهر نو نمیشه ای واکی شر میکنه میشاکی بر میکنه دل یاد دل بر میکنه بگذار بلالا چرا ای خوش آخر من نمیشه چرا هیچ کس به فکر من نمیشه جور باشه شما دیونه یارو خوشحال چه کار میکنی گیلک بابا چنگ چشمی او شیشته ای برار مگه چشمی او چیزه روشنیه او روشنیه کجا بودی شما مدشتنی شکر چه کار میکنی گیلک روز تابشون بخو بیکار میگردی جان ما امرو پشت کشی داریم یک دوست تا فعله هم داریم تم بیا خود ما کار کن فعله آفرین چاش دوشه هم فعلی ما خرج چطور میدیم فهمیدی پولم به تو میدم اونا که فعله هم به تو پولم میدیم چنده تا شون 60 روپیه به تو پول میدیم تا شون کار کن شیام جوان به تو پیچیری به میه میدیم که تا یک ما به خود سولو بچلی
خب 60 ریپه پولم میدی چاشتم خرجم میدی شبم که چیری برمیه آفرین خب 60 ریپه چند تا دایی میشه دیونه 17 تا دایی میشه 17 تا اوه 17 تا دایی خوبه حال اگر یعنی حالی میری این همه لکن ساعت 10 بیجه حالی که برفتیم یا دسته جمع کن یا پشت کشی کن هر کاری که خود تو میگی تو برو امرو من فکرها خور بکنم سه کنم میتونم پشت کشی کنم افتل زلاقه باش هفته زلاقه گیله حالی تو امرو فکرها خو میکنی که امرو خلاص میشه دستامو با خود پارسال که با خرمنا شما هسته با پارسال میایم یعنی نمیری امرو خودی ما نه بیکار با کنار میجی این بکشیشتی سایه یخه گیلک 60 روپیه پول بگیر تو میایه 60 روپیه 17 تا دایی میشه تا 17 روز بخور روزی 10 روپیه بخور مصرف کن هم کار خلاص شده 17 تا دایی میدم به دست تو 60 چاشت که لقلقه بشه من خو میگیره من خو میشم و میگذارم نیم ساعت هم خوشی بعد از نون که بیارد که بخوردی نیم ساعت هم خوش شد دیگه چی میانی خوانال ایتنه با می خوشحال کنده به تاش اونها میره با مگر تا به نصف شو نانی من بخورونه تو دل تو کار نمایه ای تا عدل واسی بگو من کار نمیکنم خلاص ایرون دیگه نفر پیدا میکنم برو برای شو اممه همه تو بیکار بخو بگه برو برای شو اممه بدو رمضان کنه سلام باش چرا هستی خیر سلامتی همین گیلک بودم نایدین شما نه چرا چی بگم الان یک دفعه ببینم من سکونی چی کار کنم با خدا نمیفهم رمضان من دست از این برا چی کار کنم رنج شدم من صافیه دیگه بگی نگی من تپش کنم تاثیر مدار که پاک نگاه کرده اونم اکسره غلمغال میکنه زمین آسمون یک کرده که ما نمیتونیم تاثیر رو پخته کنیم نمیتونیم رخت و شوری ما چی پشت اون چی ما چه کار فلانه نمیفهمم چه کار کنم از دست از این لکه تو تاثیر که پاک نسته که اونم به غلمغال شدم حالا به جنجال مندازه یک دره حالا گفتم باشو پیدا کنم خوب آدم ساده شاید مثلا یک چیز میزی با کار داشته باشه پشت بوم اینا هم بدیده باشه من از او بپرسم که هدف تو چیه پشت بوم مردم میگی یعنی یک دفعه دیدم یا دگه هم بدیدم با ما گفت یک روز دیگه هم بدیدم گفت تو خیلی میشه دائم کار داشته باشه پشت بوم تو دفعه هم نگاه کرده گفت باش بسی بوم کی چیکار میکنه پشت بوم واگو کار اولان که میفهمه آدم اعصاب خراب نسویریه او باشه جی سکو و عباس ما و شما از خود خوب هر کس ماه باشه اصلا آدم نسویری نی آدم ادی مثل ما و تو وقتی تا سر همسایه سیکنی همسایه اداری میشه اشته نمیشه حالا دیگه تام بازور سرزنش کو بگو نسیت کو بی کارو نکو خوب نیه دو نه دیور نزه از تو کلونتره خدا خدا جیبه اینا هم دست بیکاری الان رمضان خوب هم باشه دست بیکاریه خیلی باشه وقتی اون نباش دور نزنی اون نسیت کو خیره برور کنه میبینی هم بگه باز گفته بیا بخونه خب باز من بدید و من همون نسیت میکنم دفتر بام آمد پیغام بکن هلف کن رو بیا نگاه با پشت بون چی مستی با؟ پشت بون کی؟ پشت بون خود ما تو با تاثیر که پک نگاه میکنی چی مستی تو؟ من پشت بون من همیتا یک بار دیدم از یه عواد چیز کفتر من لاخ شد کفتر که من لاخ شد بیام درو به تاثیر من یک بار دیدم کفتر پس از تاثیر بجیس پره با بالی بوم انا یک بار به من گفته که عقل کمال من گفته که شاید به تاثیر عباس اینا باشه کله کشیدم که کفتر نفتاده تو با خودی از کله گنده خو میمر گپ بدی اون روز دیگه بالی بوم چی مستی کادرو گفته بدی ملاف تو خود باد کردم گیلک تاثیر مردم نگاه نکن کار خوبی نیه مدار گیپک و غال شده بود تو با تاثیر رخشی نمیتونیم یک بیرو شدن نمیتونیم مدام گیلک پشت بومه هدف تو چی اکسه پشت بوم تاثیر گیپک رو نگاه میکنی اگر رخشویی یا لافشویی که نه نمیشی رو باد نکن تو اینجا چی می؟ چیزا ما تاثیر مدار گیپک هل نمیتونه نگاه کنن دیده هل نگاه کردی اکثر تاثیر نگاه میکردی مدار نون پخته میکرده خب چرت نگاه کنی دیگه نگاه نمیکنه بیعقلو من ما سمازین زیر دست پاک کنم تو ده مرگ مر بزنه
نه که کار خوب نیه دیگه. هم یکی پیدا شی بیا تاثیر رو نگاه کنه کار خوبی همین گیپک نولا بالا چه بالی بوم سراغ و تاثیر رو نگاه کنه نمیتو میگذری بود. نه تو دیگه اون رو تو فکر کو دیگه. بیاقلم نمیفهم نه. بیاقلی هم هر کاری میکنی بیاقلی. وا سر گوشا خوا کنده فهم تو بگفت ریاض بکنه دیگه میفهم خودت چیکار کنه. خوبه. برو نولا گن یا نولا گیپک تو میگم بابا اشتباهی شده دیگه کار نمیکنم. خوبه. بس نه اگه بگی که ما بیاقلم میتونم تا گوشت میزنم که دور بر خوبه چرخی. برو خوبه. بیاقلم. خوبه. تاثیر رو نگاه میکنم بیاقلم نمیفهمم.